سلام بچه ها، چطورین؟ بچه ها، من چند روز پیش یه اشانتیون از یه مغازه خرید کرده بودم. یه اشانتیون به من داد، شیر مو از شرکت فاربه بود. وقتی نگاش کردم خیلی خوب بودش. بعد گفتم که حالا سفارش دادم، گفتم که از همون شرکت چند تا تیکه چیزم سفارش دادم، گفتم بگیرم ببینم چطوره. حالا الان با هم دیگه بازش میکنیم تا ببینیم چطوره. حالا نمیدونم گوشی رو کجا بذارم. حالا بذار من فعلا ببینم اصلا میتونیم بازش کنم. حالا میگم بس ببینیم که اگه خوب باشه یه دقیقه صبر کنیم. من اول در باز کنم با اون چاقو کنده بچه اینقدر اصلا هیچ کاری ازش بر نمیاد. فعلا که بذاریم ببینم. من چیزایی که سفارش دادم و الان بهتون نشون میدم تا متوجه بشین که اگه خوب بود واقعا بهتون توصیه میکنم که از این شرکت. ایرانی هم هست بچه، شرکتش خارجی هم نیستش. خیلی هم چیزای گرون نخریدم. خب این همون هیر میلکه بیارم که گرفتم استفاده میکنم، بهتون میگم. حالا چون استفاده از اشانتیونش کردم خیلی خوب بود. اینم یه دونه شامپو برای موهای خشک گرفتم. بعد این چیه؟ اینم یه دونه چیزاشو گرفتم، ضد آفتابشو گرفتم. اینم یه دونه کرم که مرطوب کننده برای صورت سفارش دادم. بچه فکر کردم اشانتیون گذاشته. خیلی بده ها، اصلا این اشانتیون رو نمیذارن، چرا بد چیز میکنن. قیمتاشم بذاریم ببینم. مثلا شیر مو 138,000 تومن، البته با تخفیف بهش خورده ها. بعد شامپو رو 45 تومن، همه اینا تخفیف بهش خورده. کرم ضد آفتابش چند بوده؟ 114,030 تومن. این یکی چیه؟ کرم تغذیه و آبرسان پوستشه که 164 تومن. قیمتاش مناسبه. حالا بعداً استفاده کردم بهتون میگم که اگه خوب بود بی خودی نه این چیزای خارجی بخرین گرون این همه پولم بدین. چیزای خیلی خوبیه اینا. بعداً بهتون میگم. قربونتون برم. میبینمتون دوباره، یعنی دوباره براتون استوریای خوشگل میذارم.